عاشق ستایش کردنم، من عاشق تشکر کردنم. میدونید عشق چجوری وجود میاد؟ از تشکر. تا حالا به پدر مادرتون گفتید مرسی؟ تا حالا دستشون رو بوس کردید؟ من به شما قول میدم اینجا یه تعهد میذارم. شبکه 5 اخیراً متحول شده و خیلی برنامه‌هاش بهتر شده، ولی از این شب ستایش به بعد شبکه 5 خیلی بهتر از اینا میشه. به افتخار شبکه 5. امروز ما همه اینجا جمع شدیم که تشکر کنیم از عزیزانی که لحظاتی شاد برای ما آفریدن. این برعکسه، ببخشید آقای برعکس. انتخاب بعدی بچه‌های دیروز ایران انتخاب بازی و نشاط و مسابقه است. انتخاب شور و هیجان و هیاهو، انتخاب رقابت‌های دوستانه که به جای بردنها و باختنها به آنها آموختن با هم بودن را می‌آموزد. بچه‌های ایران بهترین آرزوها و عشقشان را به پاس سالها همراهی دوستانه با فرزندان ایران و ماندن در کنار آنها پیشکش می‌کنند به مردی از جنس لحظه‌های شادی و شورآفرینی. ایشون هم عموی منه، هم استاد منه. ما رفت آمد خانوادگی داریم. از کوچولو که هم اتاقی بابای من بود توی شبکه 2 و ما هم کوچولو بودم. عمو مجید آقای قنات. آقای مجید قنات تهیه کننده و مجری خوب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. به نام خدا و سلام به شما عزیزان خوبم. امیدواریم که همگی حالتون خوب باشه و نشسته که برنامه مسابقه از مدرسه تا مدرسه این هفته رو ببینید. اول بچه‌ها اگر موافقه این یکی رو نگاه کنید ببینیم چند قسمت رو بغل هم گذاشته. شما اون طرف این سر اون آدمکه، اینم تنش، کمرش و اینم نزدیک به. خب این 1 2 3 4 قسمت رو درست گذاشته. بله. خب حالا جمع می‌بندیم ببینیم بچه‌های دو گروه چه امتیازی آوردن. شما با ما که توی خونه نشستید بشمارید بچه‌ها. شما بچه‌ها حاضرید بشمارید تماشاچی‌ها؟ 10 و 10 این 20 رو همه شما دوست دارین میدونم. و 5 25 و 5 30 و 8 38 امتیاز. این یکی 10 و 10 و 5 و 5 و 6 پس بنابراین برنده مسابقه این هفته ما گروه 2 با 38 امتیاز هست. تشویق کنیم بچه ها. آفرین مجید قنات. متشکرم، خیلی ممنون. متشکرم. آقای قنات بفرمایید. به نام خدا سلام. این اشک شوقه. متشکرم از بانیان این کار، خیلی خوشحالم و تبریک میگم به بچه های دیروز، پیشکسوت های امروز و مشوقان این حقیر و بسیاری از هنرمندان. بله این خاطرات دیروز ما بود با عزیزانی که بچه هایی که الان در سرتاسر کشورمون هر کدوم به جایگاهی رسیدن و خوشحالیم. یک روز توی ایستگاه اتوبوس بودم، سوار اتوبوس شدم و اتوبوس 2 طبقه بود. یک پسر خیلی رشید و جوان، قدشون از من بلندتر بود، متوجه شد که منم ایستادم و میله اتوبوس رو گرفتم. گفت عمو قنات، گفت خودتونید؟ گفتم آره. گفت وای چقدر خوشحالم. گفتم که شما اسمشو گفت. گفتم که
کدوم برنامه بودین؟ گفتن که از مدرسه تا مدرسه. گفتم الان چی کار میکنین؟ گفت دانشجوی پزشکی هستم. گفتم خیلی خوشحالم. گفتم تبریک میگم به اون معلمت و من ببخشید منو اینا همه اشک شوقه. و بعد گفتم خوش به حال معلمت. من که شاید یک روز تو 1 ساعت برنامه منو دیدی. خوش به حال اون معلمت که الان اگر بدون تو دانشجوی پزشکی هستی چقدر خوشحال میشه. من کاری نکردم، شاید به اتفاق بسیاری از همکارانم دست به دست هم دادیم تا تونستیم برنامه‌ای که اون روز 2 شبکه داشتیم، شبکه 1 و 2، که جا داره من یادی از تهیه کننده برنامه از مدرسه تا مدرسه و بازی شادی تماشا بکنم که روحشون شاد سرکار خانم فریما فرحی و همینطور آقای مسعود رسام که زمانی جنگ بود و ما توی استودیو داشتیم هاچین و واچین و بسیاری از برنامه رو ضبط می‌کردیم. و بابک عزیزم که در یکی از سریال‌های در خانه اون موقع شاید نمیدونم 10 سالش بود، 9 سالشون بود و با ما در اون سریال بازی میکرد. به افتخارش دست بزنید. ممنونم. من پوزش میخوام از این که احساسات من اینجوری شد. فقط بگم که باور کنید عین بچه‌ها هستم، به خدا عین بچه‌ها هستم و با بچه ها میخندم، با بچه ها گریه میکنم و عشق من بچه هاست. یعنی روزی که بگن با بچه ها کار نکن، من فکر نمی کنم زیاد زنده بمونم. به افتخارشون.